آقا سلام خدمت عزیز جانهای من. بچه ها خیلی ایمیل گرفتن، همه گفتن آیسی عقاب 2 میلیونی جان. من گفتم جان. گفتن حالا که عکس تو 6-7 ساعت خواهر 500,000 تا لایک و میگاد، امشبم تولد این رفیق کسبارته، چه تیپی تهیه کردی که پرچم ما رو ببری بالا؟ ما انقدر تو رو دوست داریم. بچه ها اسم تیپ امشب من از خیار نگاییده به خاطر رنگش. امیدوارم قابل پسند شما قرار گرفته باشه. تیپ خیار نگاییده. امشب یه ذره زینتی بازی کردم براتون و امیری لویی ویتون جردن براتون زدم بگیرید. حاجی من یادم نمیره، من خدا، من 16-17 سالم بود و یه رفیقی دارم حسام حسینی، بچه نوشهر، 4-5 سال خونه‌اش زندگی میکردم. مادرش مثل مادر منه. بعد من موقع ماشین خوب قدیما داشتم، قبل اینکه دفعه اول قبل اینکه به کسکشی بخوریم، فهمیدید ما مثل نوار قلب بودیم دیگه، بالا پایین میکردیم. بعد رگ بازو رو نگاه کنیم. بعد کسکش تا الان بیرون بودی که حالا تا ما گفتیم کستن رفتی تو لچ کردم. بعد یه دختره دانشجو بود تهران، شمال دانشجو بود و بچه تهران بود، خیلی هم خوشگل. بسام میدونی کی نمیگم که نه داشت اولش، نه اون طرف من بود. بعد من تهران خونه مجردی داشتم، 16-17 سالم بود. بعد حسام 3-4 سال بزرگتر بود. حسام همیشه با هم بودیم. حسام رانندگی کرد و دخترم از شمال سوار کردیم رفتیم تهران خونه ما. رفتیم تهران خونه من و دختره. قدیر برگشت گفت آقا من نمیام تهران. من 15-16 سالم بود. آقایونی که منو میشناسن میدونن من از 10 سالگی جلوی پدرم راحت بودم، کس و کون همه کار، فقط سیگار میگار نبود میکشیدم که اونم میکشیدم خودم یواشکی یه جا دیگه. بعد خالکوبیرم آقایون، من از سن دروغ به شما نگم 13-14 سالگی این تتوها رو داشتم، گردن و فلان و اینا. بعد دیدم موبایل زنگ خورد. الو جان بابا قدیر، من دارم میام. کجا داری میای؟ ما کنگوش دختر آوردیم، من اینجا با حسام اینا. نه من خودم اینجا میخوام، کار باتون ندارم. باش آقایی که شما باشین اومد و اول هم که نه دختره رو دید نه سلام نه علیک. این مثلا در خونه تهران بود، باز شد. بعد این کفشا اینجا بود دیگه. قدیر اومد تو، این صحبت 20 سال پیش دیگه. حسام کدام جان؟ بوی پای میاد توی خونه. اومدم بیرون گفتم کنگو شد یواش، بوی پا میاد چیه؟ ما جلوی یارو کسکلاس آوردیم. نه بوی گم گره. آقا پنجره رو وابو کن، کشویا رو اصلا. دختره گفت چی شد؟ گفتم نه چی، پدر من اومده. گفتم پدر من شیمیاییه. گفتم این هوا این اذیت میکنه. گفتم با در پنجره رو وا کنیم. گفت که بابات میمونه شب اینجا؟ گفتم بابا که میمونه بعید میدونم بره، ما رفتنیم ولی بابا هست، کاری با ما نداره. خلاصه شام سوزی سخمه رو درست کردیم و نشستیم، میزم رو زمین نشستیم، من و قدیر و دختره انو با حسام. بعد حاجی ساعت شد 11-12 شب و ما که رفتیم بخوابیم دیگه. حالا ما که رفتیم بخوابیم، قدیر اومد کنگوشا تو حال خوابید. اون خونه هم که مستر پستر نبود که ما اگه می‌خواستیم کشتی بگیریم با خودمون میشستیم دیگه، نمی‌رسیم توی منجلاب بگیریم بخوابیم که. در اتاق روش از این رو چیزا داشت که از اینا داشت، اینا وایسا قشنگ صحبت بکنم یه حال بده به شما، این کس شعر نگم اینا. از اینا که میچسبه. در نیملا شد. بعد خونه تختم نبود. من به دختره گفتم فلانی چیه؟ گفتم تو از بغل بخواب. خب من خودت رها بکن، من قشنگ پشت میام جو غالب میکنم ردیفش میکنم اینا. عروسک بهتون میگم. خود حسام میدونی ان بود حسامون. خب در اتاق، حالا اینجا این صحنه رو نگاه بکنین که تا وایس این لایو این داره تمام میشه. وایس آقا این الان اتاق، این در اتاقم
اینجوری نیملا اینجوری. خب حالا حسام و قدیر کسخل دیگه نمیدونستن که آقا این نور خارکسته من از اونا تو رو نمیبینم، من بیرون نمیبینم. من دیدم دختره اونوریه، تا رفتم غالب کنم جا بندازم، یهو دیدم این در صدا خورد. اینجا رو نگاه کنید، دیدم این حالت یه کله قدیر اینجا، اینا مثلا یه کله دیگه، 2 تا کله اینجوری. برگشتم بودم کون پارای کون گوشا چی کار داری میکنی قدیر؟ تو پدر منی، تو داری اینجا چی کار میکنی؟ هیچی. سعی رفتن فرار کردن، گرفتن خوابیدن. یعنی منظور اینه که پدر من قدیر جان، آی قدیر جان، آی قدیر جان، داری زندگی میکنی برای خودت، پسر من خال نمیکنه، ما این چیزا خوشش نمیاد. بعد الان هم که این داستان خواستگاری میگم، الان داستان خواستگاری رو تعریف میکنم، الان مثلا من اگه قدیر رو قسم قرآن بکنم قدیر من دارم این زندگی من عوض خیلی مثلا اگه ایرانی باشم، خب سلام آقای اسلامی خوبه؟ سلام خب ببینم خب چه خبر؟ شما تشریف بیارین ماهی برنج اینا. میگم بابا یارو تو خارکوسه کالیفرنیا ماهی برنج چیه بدر؟ بعدم که میدونی که مثلا خدا نکنه اون وسطا چه میدونم تلفن زنگ می‌خوره یکی بیاد چون این باشه جان محمد آقا خواستگاری، مراسم خواستگاریه پدر. بعدم خدا نکنه من مثلا جلوی پدر زن من اینجوری کنم قیافه من چه کثافت ول کن دیگه، خسته کردی همه قیافت کیری میکنی. یعنی خار مادر زندگی رو میزنه میگاد. با تمام این تفاصیل آرزوی من مردن قبل پدرمه. پدری دارم که من کیر پدرم هم نمیشم. مهربانترین، انسانترین. بابا حساب کن دیگه، انقدر آدم خوبی بود خدا نیامد به من حال بده که من که خارکوس 24-5 سالگی اومدم آمریکا بغل حاج رشیدا خلاصه کاسبی رو یاد گرفتم. من چیزی سختی کردم 10 سال. سختی 10 سال منم اینه به خاطر چی بود که انقدر تو زندگی رجالوار زندگی میکردم که بعد رفتیم پایین فشار اومد. وگرنه اگه من داداش همه اول پولدار میشن میرن دنبال کسبازی، من کسبازی رو پاس کردم همه ترماشو، بعد رفتم دنبال کاسبی. خب برای یه پدر هیچی بهتر از عاقبت بخیر شدن فرزندش نیست، چه زن، چه مرد، چه دختر، چه مادر. فهمیدی؟ الان آجی بعضی ما خودمو جای قدیر میذارم از خوشحالی اون گریم میگیره که میگم چه عاقبت بخیری شد آجی. نگه اون عاقبت بخیر شد، بچه‌شو میبینه دیگه آجی، بچه‌شو میشناسن، دوست دارن، میگن بچه خوبیه. نمیرم بهش بگن آی پسرت علف میکشه جلوی دوربین، پسرت بددهنه، یک نفر بهش نمیگه. همه میگن عجب پسر خوشقلبی داره، چه هیکلی داره، بدنساز، پاش بهتر شده. من میگه پا خوب شده کسخل، چون من میگم اسکات بزنم موقع میشه. آره ولی من نمیذارم. اینقدر چه کسموس میگردیم ایران خارکوسه نان اجی بشینیم خارکوسه دیگه. دستشوی ایرانی هم می‌خواستی بشینی بلندشی مادرشو گاییدن. اون خودش انگار 25 سال آجی ما فقط 100 کیلو اسکات میزدیم هر روز. 100 کیلو هم دیگه 10 بار بشین باشو در روز بکنی خارکوسه می. اینم بذار بگم دیگه دارم. پدر مادرت رو میخوای خوشحال بکنی با کیف و کفش و گوشوار، علنگو، دستبند و تریاک و بافور خوشحال نمیشه. بچسب زندگی خودتو درست کن، عاقبت بخیر بشو. از 100 تا طلا جواهر برای مادرتو، از 1000 تا ماشین خونه برای پدرت بهتره. نذار اگه دختری نذار پسر بیاد شما رو فاصله بندازه، گاییدین. اگرم که مردی که خاک بر سرت که بخوای به خاطر زن مادر پدرت عذاب بدی. حالا یه موقع مادر پدر کرم دارن، حالا اون یه چیز دیگه است. خب منظورم که الان قدیر به عنوان یه انسان هر چی خوبی کرد پروردگار تحویلش داد دیگه. آقا این بچت صحیح سالم دیگه. من با آقا یک آدم معتاد در شهر چالوس، این باید سرگذشت من قانونی میشد، نه تحصیلی نه هیچ. انگلیسی یاد گرفتم، آمریکا آجی، پاسپورت آمریکا، زندگی خوب، آبرومند، شرافت در کنار شما دارم زندگی میکنم. آقا یه سری خانوما برمیگردن تیپ داری که کودتا کردین، تیپ امشب تیپ کسخله. آقایون از این زنجیرها میندازین یادتون باشه این نباید بره پشت. خب
اینا من کسوچر ندونم اصلا حرف نمیزنم لالم. هر موقع میذارین این باید بغل وایسه اینجوری. آره اینجا صحبت میکنم تیپ رو نگاه بکنین. تیپ شاهنشاهی امشب. تیپ رو داری که جان انگشتر و دستبند و خارکسته بازی و هر چی که دلت خواست پروردگار بهت داشت. کسکش دیگه آدم باش. آدمم آیسان جون. میگم این خانوما گایدی با آقا من یه موقع من میگم مثلا نداره که من خودم همینجوری بودم و یه گرمکن داشتیم 300 بار میشوردیم میذاشتیم خارکسته روی گاز خشک میکردم. رو گاز خونه شوفاژ نبود ایران، گاز بود. رو گاز اینو خشک میکردم. هر دفعه میشستم یه وجب کوتاه میشد. نم شده برمودا خارکسته گرمکن بگی. خب حالا گوش من اگه ذره به جان پدرم اگه بدونم شما مثلا یه سریات الان شرایط زندگی الان اینجوریه که بعداً به امید پروردگار میرون بالا نوک خواهر همه رو میگین شما. خب من گریه گرفت خارکسته لحظه. پیرم چروک میشه بشینم زدن اینجا. خب به همه میرسیم، به اون بالا ها میرسین همه. منم اونجا بودم دیگه، نه دور همین چند سال پیش هم اونجا بودم. الان ولی ذره با آبروت میگم اگه ناراحت بشین من اصلا به خدا دیگه تیپ تهیه نکنم. من چون میبینم من دایرکت‌ها رو شبان نگاه میکنم دیگه. الان 50,000 تا دایرکت 750,000 تا ویو استوریامه. جان کودتاگر. من تنها داداش، من تنها با یه تخت و یه گل محمدی قبلا با یه پایه با مردم نازنین. حالا خفه‌شو بگو کسکش مرگته. میگم اگر ناراحت میشی من اصلا نمیذارم. من میذارم شما حال بکنید چون همه میگن اصلا تو داری ما داریم فلان اینا. این یه موضوع دیگه حالا میادم میگم. بعد یه سری خانوما میگن بعد این که میگن با دخترها چرا بدی؟ کدوم خارکسته با دخترها بده؟ با دخترها بدی چی ام من مگه خرکسته ننه من گذاشته با دخترها بد باشم؟ من دارم مثلا خر کار میکنم پولدار بشم برم هالیوود برم با این دخترای بالا بپرم. با یه سری دخترای نگه بالا فالوور خب من خوشم نمیاد. دختری که من میخوام برای اصلا سوشال مدیا نداره اصلا. آره توی دامداری توی ویسکانزن اون نورت با یه دامن قرمز با پدرش آقای نیکولاس واو یه دونه سفید پوست اینا. منم با اونا اونجا هستم. با اونا که باشم بچه دارم که بشین بچه و اینا اونجا هستن تو روستا دیگه. من میگم برای جلسه میخوام باید برم شهر. میام یوستون یه خونمونه میگیرم اینجا برای خودم شاهنشاه بازی میکنم دوباره برمیگردم آخر هفته اونور. آره اون یه کار برای خودم درست میکنم دیگه. برنامه همه چیزو چیدم. آره مگر اینکه شما بریم به اون دوست دختر کوهستانی من الان بگین آیسان اون موقع میگفت داداش من خودم روستا زادم من که نمیتونم برم با دختر دوست بشم که ببخشید اولا که خواستگاری بود خودم برم با هاجرشی ببرم. بعد فکر کن 1% پدر دختره بگه که خب جناب آقای اسلامی آمریکایی باشه. ما میتونیم مثلا با پدر تو حداقل تصویری صحبت بکنیم. با پدر من قدیر اینا میخوام با تو صحبت بکنم. من دختره رو میخوام بگیرم پدر. نکنه تو یه موقع شوخی موکی کنی قدیر رو. من نه به ارواح مادرم شوخی چی بکنم؟ کسخلم مگه با زندگی تو بازی بکنم و اینا؟ قدیر تو رو ارواح مادرت قدیر نکنه شوخی بکنی آبروی ما بره. پسر جان تو بچه شدی ول کن مگه من دیوانم فلان. خب حالا مثلا خانواده دختر و من و هاجرش اینا همه من دخترم دست انگشت کوچیک اینجوری میذاریم تو هم اینجوری اینجوری من و دختر اینجوری بغل هم نشستیم. خب وایسا اینو بذارم گرمم صحبت کنم. وایسا گذاشتم که طلا جواب ما رو ببینید خارکسته رو. من اینو میدی کی دالا خریدم هیچ موقع نذاشتم. 2-3 بار گذاشتم. الان باشه قشنگ حال کنید دیگه. خودم خوشم میاد خرید اینا رو میذارم احساس میکنم که آدم خطرناکا هست. اون آدمایی که چاقو با خط میندازن از اونا میشم. آره بعد مثلا میگه قدیر ما خواستگاری داریم میریم قدیر جان حواست باشه شوخی موخی نکنی اربای ما حضور. نه حالا تلفن رو گرفتیم همه ما نشستیم خانواده عروس قدیر تلفن رو برداشت. اولا که اصلا امکان نداره اگر خواب باشه که این حالت نه امکان نداره بلند شو که الو قدیر بلند شو بابا بلند شو دختره. حالا یواش تا قدیر دید دست دختره هم داره فاصله میگیره. حالا من میکشم این هم داره دختره داره وا میکنه. وای شما از این خانواده اومدین؟ آره پدرم من رزمی کار بود تازه تمرین اومده خسته است.